سلام بیننده های گرامی، اینجا ولایت کاپیسا است و این منطقه صیاد است. عاشق نیستی؟ کم تو خاطر از من داده من کلا شده کلا دیوانه ده. ایرا به نام پل لرزانک یاد میکنم. غلط نکنم، پل لرزانک یاد میکنم. پل لرزانک مشکلات می 5-6 قریه از این میال میشه. شعر از ها میگم دمی عاشقان وطن. میگه چرک چیزی است که کهنه کند کلا را. شبی رستگار نماز از سر صداقت برپا دار که حاصل کنی دولت جاودان. های گرامی، اینجا چشمه صیاد است. انگور شمالی است؟ بله. بله. این انگور شمالی است. دیگه به نظر من انگور قنداری است. بله انگور قنداری. زنده ها دیگه عید کلتان مبارک، جور صحتمند باشه، آرام باشه. شای توتا. ایرا چی میگه استاد؟ این شاتوت است. شاتوت است. اینجا دوغ صیاد نام داره. بستی دمی چشمه صیاد از جایش دیگه. خب نامی دوغ است ها. من از غم تو هر روز 200 بار بمیرم، تو از دل من هیچ خبردار نبود. دلته دی وظیفه ده یا چکر ترغلی؟ و وظیفه ما ده، بس وظیفه ما ده دقیقه که ده پروان که ده. لکه خدای وکړي چې د اختر دومره ورځ په خوشحالۍ او خوښۍ سره مو پیل کړی وي. سلام عرض ادب خدمت تمام بیننده‌های گرامی. عطاالله وردک هستم از یوتیوب چنل آبدره. امروز در برنامه امروزی آمدیم به ولایت زیبای کاپیسا. منطقه صیاد است، پل صیاد. میخوایم در اینجا یک برنامه برای شما تهیه کنیم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در این برنامه میخوایم جاهای دیدنی و همراه برادران یک مصاحبه داشته باشم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید و از مزایای برنامه لذت ببرید. اینجا پل صیاد است، جایی که جوانان از اینجا خود را پرتاب میکنه و بازی میکنه. کریا و باز گپ میزنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. لالا عیدت مبارک. عید خودت مبارک، عید دوستان مبارک. نامت چی است؟ نام شهزاده فردین. شهزاده فردین. از کدام ولایت هستی؟ ولایت زیبای کاپیسا. اوه کاپیسا. آوازی میکنی؟ لالا. چقدر وقت میشه آوازی میکنی؟ من 2 سال میشه. 2 سال میشه. آوازی را خوب صحیح یاد داری؟ دیگه چه یاد دارم. چی یاد داری؟ ایام از کجا میاد؟ ایام از غوربند پنشیر. پنشیر میاد. آوه که اینجا آوازی میکنی آدم غرق نمیکنه؟ والا کسی نتونه میکشیش. اگه ما خدا پردیم ما را غرق نمیکنه. اگه خود پردی اگه بتونی جور میبری نتونی میکشیش. ما خو یاد نداریم، اگه ما بفتیم ما را کش نمیتونی. والا دقیق شاید بتونی. تشکر بیاد. بخیر باشی. سلامت. بخیر باشی. اول خودم معرفی کو، باز خدا پرتو. نام محمد یاسین است، ولد محمد شفیق قاسمی دیوبالی هست. خب آوازی را داری؟ بله. خب خدا پا میندازی علی؟ خب خدا پرده که ما ببینیم. نه گرامی خدا میندازه پرتو خدا. اوه تاوان داشت سر ما. اوه والا آوازی را داری. تو خدا میندازی؟ خبر خودم یک معرفی کنید نه که اوبر با سر ما تاوانی. احمد گلزه هستم. عیدت مبارک. عیدت مبارک. از کدام جای هستی؟ از خود کاپیسا هستی؟ از پروان. از پروان هستی. از کدام ولسوالی؟ از ولسوالی میانشاه. آوازی را داری؟ چقدر وقت میشه که بازی میکنی؟ 10 سال شد. 10 سال شد. یک خاطره جالب از آوازی خب ما بگو. یک نفر آورده بود کشیدیمشون اون طرف. خب زنده بود یا مرده؟ نه زنده. برای دعا کرد نکرد؟ زیاد دعا کرد. خب الان من از خدا. و پارت خدا که ما ببینیم. یا خودت میذاری. پارت خدا. بسم الله. اوه نام خدا، نام خدا.
زیاد داری؟ آه اتنه که غرق نشی؟ نه قهویات داره خب الان خودم مندازی؟ اتنه که الان سر ما توانش که الان منداخ خیلی پرت خوده باشه با دوستا شاید باشه که خود انداخ اگر سرش چی شد دیگه باز مسئولیت رو بگیرن برو بسم الله الله اکبر برو اوی باش ماشاءالله 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 السلام علیکم میدن و علیکم السلام. عیدت مبارک. تو مبارک شه. نام چیست؟ نام سیف الله. سیف الله جان از کدام ولایت هستی؟ از پروان. از کدام ولسوالیش؟ باگرام. باگرام. مردم که با بازی می یاد ندارن دیگه باز بود چی پیغام داری؟ امیر پیغام ده کسی بازی یا نه اینجا نبیا بازی نکنه. هر روز یک نفر دو نفر میکشه. امروز خب کسی نمرده؟ یا نمرده امروز دین روز دو نفر مرده. دین روز. مینده های گرامی کسی که بازی یاد نداره دیگه اول خود اطمینانی کنه که دیگه غرق شو بازیت نیست که مسئولیت به دوش خودشان است. تشکر بیادر سلامت باشی. مینده های گرامی ما را همراهی کنید. گرامی اینجا ولایت کاپیساس جای چکر در ماهای سرطان و صد سنبله جایی که از اکثریت مردم به این جامعه برای بازی آبی که میبینید دریای از آب غربان و دریای پنشیر در اینجا سرچشمه میگیرد و اینجا روان است. اینجا دوست هاست همراه از یک گپ میزنیم و یکام بچه ها را گیر میکنیم شعر شاعری دیگه تا پایان برنامه ما را همراهی نمایید. سلام برادر عزیز خود اگر معرفی کنی. علیک سلام یوسف از ولایت کابل ولسوالی قره‌باغ. عیدت مبارک. عید شما مبارک باشه. یک عید خوب می دوستا هم مبارک. عید همشون برشون تبریک میگم. خدا کنه عید خوش داشته باشن. سلامت باشی بخیر باشی. چطور است امنیت ایزی چطور است؟ والا خوب است نه دیگه. نمیروزای خوب نفر میاد. چکر میجا؟ جای چکر جای آبازی است. آبازی خیال داری؟ نه من تو با چکر آمده. یک شعر اگه به دوستای ما بگی. یک شعر عاشقانه میگم برشون. یک شعر عاشقانه میگه. چه خونیزی بده؟ عاشق بودم حال نیست. چرا یک وقت عاشق بودی حالا نیستی؟ این چه میگم. شکست عشقی خوردی اینا؟ یعنی میرقم فکر کنم. یک شعر خوب فهمیدی؟ ترسم که تو هم یار وفادار نباشی عاشق دیگری و معشوق نگهدار نباشی من از غم تو هر روز 200 بار بمیرم تو از دل من هیچ خبردار نباشی. واه خیلی خوب شد. سلامت باشی بدر سلامت باشی. یک چک کن یک چک سلامت بخیر. هموطنان عزیز منطقه کاپیسا میریم به پل طرف پل لرزانک. پل لرزانک که ببینید پل لرزانک چه قسم است. ما را همراهی کنید همراه ما تا پایان برنامه باشید. این رای پل لرزانک است. هموطنان عزیز این را به نام پل لرزانک یاد میکنند. اینجا که از دو قسم آب است، یک آب خشک است یک آب صاف که هر دو تا آخر با هم یک جا نمیشون. همراه ما باش میریم پل لرزانک میبینیم که واقعا این پل لرزانک چی داره. این را به نام پل لرزانک یاد میکنه. اما تراس بیادر بنده های گرامی ما در بالای پل لرزانک هستم. دیگه دوستای گرامی این پل لرزانک است که به نظر ما شخصی خود ما این پل لرزانک یک وقت جرای دیگه نبود مردم از این پل تیر میشد. عیدت مبارک. عید شما مبارک. اگر داول خودم معرفی کن استاد جان. ما علی آقا هستم از این قریه دینارخیل امچو از این قریه که سیل برده از اینجا قرار داریم. این پل بنا غلط نکنیم پل لرزانک یاد میکنه. پل لرزانک یعنی میره مردم با همکاری ولسوالی هم همکاری کرده ایره جور کردیم به خاطر که مشکلات هم 5-6 قریه از این حل میشه مریضی میباشه مردم کل دیگه هیچ راه ما نداریم غیر اینمی راه. بینده های گرامی پل چوبی پل لرزانک که مشکلات 6 قریه را حل میکنه. استاد سخت نیست که مشکلات 6 بسیار سخت است. یک آدمی که فشارش بالاست
به این پل که میاریمش تا پیچی دگام و فشار روی قدر بالا میره که قریب در زوف کردن گپش میرسه دیگه راه نداره. چقدر وقت میشه که جور شده این پل؟ این پل تقریبا 5-6 سال میشه که مردم میره و میاد از این ورور برور میره. این پل جور که چرا یک پل عمومی برتان جور نکرده؟ والا تقاضا کردیم نشد دیگه طریق دولت وقایتون پرداخت نکرد کسی جور نشد. تشکر سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم. مایل آقا نامم از ولایت کاپیسا. عیدت مبارک. عید شما هم همچنان از دوستا کسایی که بیننده است از وام مبارک. درباره از این پل لرزانه که ما رو معلومات بده چه وقت جور شده؟ این بیادر ری خود چند سال است این دریا کلان بود. نه این سنگکاری نشده بود. سنگکاری دریا سنگکاری دریا نشده بود با این مردم این منطقه به نام اینچوز. این قشلاق میبینی این چوز در وسط دریا قرار داره، در وسط دریای غوربند و پنشیر. یا دیگر راه ارتباطی نداشتن که رفت آمد پیاده. دیگر از اینمی طریق با دولت پیشنهاد کردن، دولت اینطوری یک پل کیبلی برشان درست کرد. تنها یک قریه است؟ نه این چون که است مربوط سید خیل میشه، ساحه سید خیل میشه، منتها یک قریه که داخل جزیره قرار داره، دیگه این راه ارتباطی نداره. اینمی را دولت پل چوبی را برشان جور کرد کیبلی را به خاطر پیاده رو. یگام پیش دکتر میان، یگام سیاحت میان، یگام میمونی، یگام تو بالا که میرن رفت آمدشان از اینی میراسته. موتر از کدام راه قریه میره؟ موتر از اون پل دیقازی هم راه داره، دیگه از راه جمال آقا اون منطقه یک پل توق بیدی از اون پل داخلی قریه راه داره، راه موتر. این راه پیاده رو است. این راه پیاده رو است که تو سیاحت میاین، مثلا اینجا مردم شکارچیست میان در سیاحت میرن و میان رفت آمد سیاحتشان. کل این مشکلات اینمی قریه از اینمی پل حل میشه. دیگه سیاسرشان خورد کلان از زمین راه رفت آمد. اینجا را که شما تصاویر میبینید این بازار کاپیسا است. امروز روز دوم عید است، عید قربان که اکثریت بچهای جبه چکر آمده. سلام علیکم. و علیکم سلام. او پختو وای. او څنګه شکر څنګه یاست؟ نوم دې څه ده؟ کوم ځای راغلی؟ نوم حامد کاپیسا د نجرا ولسوالۍ یم. نجرا ولسوالۍ. موږ ته د مکتب د دوران یو ښه قصه وکړه، شعر راته وایي. شعر به ورته وایم. یو شعر به موږ ته وایي. فقیر خیرات غواړي، ملا زکات غواړي، عاشق لیدن غواړي، ایمان ساتل غواړي، قرآن ویل غواړي، کتاب لوستل غواړي، دوزخ شیطان غواړي، مجنون لیلا غواړي. شاعر څوک و؟ شاعر زه خپله. ډېره مننه، ډېره مننه. خیر اوسه، قدرمن. مینوالو موږ سره پاتې شئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جون بخیر. اختر دې مبارک شه. د سال اوسې سلامت اوسې، استاد مبارک شي. نوم دې څه ده ماما؟ زما نوم عبدالله دی. عبدالله د کوم ځای د کاپیسا د ولایت پروان ولسوالۍ سید خیل. سید خیل د چکر ته راغلی؟ هو دلته چکر ته راغلی. تنها راغلی یا ملګرو سره راغلی؟ دلته ملګرو سره راغلی یم. شعر موږ ته وایي، یو ښه خاطره که موږ ته قصه وکړې. شعر به درته ووایم. واه حاجي صاحب موږ ته شعر وایي. فارسی ژبه کې بخوان، به زبان فارسی بخوان. دل هر کی محکوم شیطان بود، شب و روز در بند آسیان بود. کسی را که شیطان بود پیشوا کجا باز گردد برای خدا. دل آسیان مکن زنهار که فردا از آتش شوی رستگار. نماز از سر صداقت بر پا دار که حاصل کنی دولت جاودان. الله اکبر. محمد رهبر در راه اسلام ما میدهیم سر. چطور است با امارت اسلامی افغانستان که در افغانستان حاکم شده امنیت چطور است؟ بسیار خوب است. ما در امارت اسلامی بسیار خوش هستیم. چرا امنیت دزدی گم شد، قتل قتال گم شد، پودریا گم شد، امی خلافکاری بالکل گم است. یک پیغام اگر برای دوستا اگر دیگر ولایت ها می به چکر یک اطمینان یک پیام اگر بده شد میگرده هیچ کسی کارش نداره. آزادانه میتونه کده که در هر ولایت بده، چکر بده، جای سیل تفریح را ببینه، بلد شوه. اینجا که ما بگرد ما خو مشکل نیست. نه هیچ کدام مشکلی نیست. بخی آرام و آرامی. تشکر کاکا جان. سلامت باشید، بخیر باشید. خوش شدیم مک باشان معرفی شدیم. ما را همراهی کنید. دیگه مناطق هم است باید برای شما معرفی کنیم. اینجا چشمه سیاد است، چشمه که بیشتر از 20 سال که اینجا هست، آب دوامدار دارد، دیگهش به خدا معلوم است. همراه دوستا گپ میزنیم. امیدوار هستم که از اینجا خوشتان بیه و تا پایان برنامه ما را یاری کنید.
ما آمدیم در چشمه سیاد. گیجا استاد کرزی معرفی میشیم. سلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام. عیدت مبارک. عیدت مبارک. زنده باشی، بخیر آمدی، جور خسته. سلامت باشی، بخیر باشی. اسمتان چی است؟ اسم من نوردین است، ولایت کاپیسا، قریه سیاد. قریه سیاد. چقدر وقت میشه که اینجا آشپزی میکنید؟ آشپزی ما برای نمی 4-5 روز عید است. بعد از دیگه این میوه‌جات، لبنیات است، این بازارا باز ختم میشه. همینجا چشمه سیاد نوشته بود. یا کس از چشمه است یا از کدام ماشین؟ او خالص چشمه است. دیگه چیزی نداره. اینجا که از مربوط خودتان میشه؟ شخصی مربوط خود ما میشه. تقریبا 100 سال میشه که چشمه همینجا موجود است. از 100 سال تاوی شد. اینمی ها دیگه رقم نیست. چطور است میمانا دی وقتا چطور است؟ والا میمانا خوبه دیگه، فعلا خوید است، یک در بیره بار است، بعد دی با بالات عادیش میان. در کدام وقت در کدام ماه که است تو خوب و سیزن میباشه که مردم از دیگه ولایت‌ها برش میاد؟ سیزن اصلیش خود وقت توت است، به خاطر که مردم توت خوردن میاد دیگه. بعد از باز یک روز جمعه بازار داره، دیگه روزا عادی میباشه. چطور است امنیت؟ خدا را شکر امنیت در این سال بسیار خوبش است. خوب است. چطور است میمانا از کدام ولایت اکثرتش میاد؟ میمانای زیاد ما از کابل میان دیگه، باز از پروان است و پنشیر در این منطقه میان، زیادترش کابلی میباشه. یا خاطره جالب در قصه کنیم استاد؟ خاطره جالب که فعلا نیست، وقت هم نداریم دیگه، دست ما بند است. انشالله که به فرصت بیایی باز خاطرهای تلخ هم داریم، خوش هم داریم، جالب هم داریم کلش. تشکر بیادر، سلامت باشید. یک بخیر باشید. سلامت. جگر خالص وطنیز بدهمتان. سلامت باشید. یک عید مبارکی اگه به بیننده های ما بدید. بیننده ها دیگه عید کلتان مبارک، جور صحتمند باشه، آرام باشه. سلامت باشید، بخیر باشید، خوش باشید. نه گرامی اینجا اجازه است استاد نشان بدیم. اینجا انگور شمالی است. انگور شمالی است؟ بله بله. این انگور شمالی است. دیگه به نظر من انگور قنداری است. بله انگور قنداری. خب استاد گپ میزنیم. سلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام. بخیر. بس عیدت مبارک. عید خودتان همچنان مبارک. اگه خدا به ما معرفی کنید. اسمم نجم الدین است. از این قریه سیاد هستیم، ما ولایت کاپیسا. اینجا میوه فروشی میکنید؟ اینجا میوه فروشی میکنیم، بله. چشمه سیاد است. چشمه سیاد است. بله. یا کی از استادم گفت که از خود چشمه است. چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنید؟ دیگه تقریبا اینجا دیگه 10-12 سال میشه که این دکان. 10-12 سال. خب خاطره جالب خداری. صحیح. یک خاطره جالب خب ما قصه کو بگیم ده. خاطره جالب اینی نیست که دیگه خاطره جالب ما هیچ نداره. آرامی است. بله شکر ادر نگاه فهمیدی. کل دوستا رفیقا پیش ما میان. اینجا کدام میوه فروخته میشه؟ این میوه هم که از خود امی کاپیسا است؟ این میوه از سمت کوهستان از خود کاپیسا است. بله زیادتر همی گلاس، انگور قنداری، زردآلو، دوغ، همین چیزا سودا میشه. اینجا لبنیات خوب نام داره. لبنیات چشمه لبنیات است. چشمه لبنیات. دوغش خوب دوغ است. دوغ بخی دیگه اسپیشال دوغ است. سلامت باشی بدر، بخیر باشی. یک پیغام اگه برای این دوستای ما بگید. عید همگی تبریک باشه، خوش آرام باشه، کلی که این وطن ما آرام باشه دیگه این پیغام. تشکر بدر. خوش باشی. بخیر باشی. سلامت باشی. بیننده گرامی، اگه انگور خوش داره، شمالی که است یک جای است که بهترین جای برای انگور است که امیدوار هستم که برنامه خوشتان بیاد. دیگه بهترین جای برای چکر سیاد است. که دوستان گپ میزنیم دیگه ما همراهی کنید. سلام علیکم ایسا عیدت مبارک. بخیر باشید، شما مبارک. اگه خدا به بیننده های گرامی معرفی کنید. زین العابدین هستم از سیاد. سیاد. چقدر وقت میشه که اینجا مصروف از کار هستی؟ یک 20 سال شدم اینجا هستم. 20 سال. میگم می دوغ سیاد نام داره. دمی چشمه سیاد از جای دیگه. خب نامی دوغ است ها. ایت به ما ایشان بدی. بوتلا سن اینجا که داخل آواز دیگه شین داخل تاشت است. اوه این دوغ شاسیا. بیننده گرامی، سیاد جایی است که یکی از مناطقی است که مردم اکثرش به چکر میاد. دیگه این دوغ سیاد است که خیلی نام داره. دوغ وطنی از این قریه ما جمع میکنیم، جور میکنیم، چیز نداره. اجازه است یک ذره بخوریم.
ما را میدوغش گرفته فهمیدی از خیلی از جلابات آمدیم استاد بخیم چه گرمی ما را خوش گرمی شکم میکنه بخیم اینجا ما را خونه کشتک خونه کو اینجا جای خونه که از یخچال طبیعی استاد خودت مساقت نه که ما را خواب ببره خواب نمیبرد گرمی جلال آباد تا گم میکنه برو دایی چی من از ولا خیلی کیف کرد دایی دیگه مرچ خوشبوی است نانای خشک است بادرنگ است نمک است همین چیزا است دیگه ولا این ما را خواب میبره با خدا نه نمیبره اینجا خواب نمیبره هوا خوب است بعض بنده ها میگه تو تنها خورده ولی تو خلاص دال ما را میده نه حالا ما تو دارم شای تو تاست وای بینای گرامی اگر شما ما رو میبین فهمیدی سیاد که از بعضی مردم که از باغا نگاه کردن مت مردم گیر کنید تو دار این بی دفتن هم داره من در داخل سرلک است البته چی نیست که بکشیمش مره مثال تو تا بده که ببینم باش بینای گرامی ما به خاطر تو آمده بودیم میتم می چپ نزن سلامت باش بینده ها تو واه شای توتا ایره چی میگه استاد؟ ای شاتوت است شاتوت است اجازه است استاد؟ چرا نه نوش جان کی بینده ها سعی میکنه شما دلتان چیز نگرده والا خوب قیب داره استاد تو بسیار خوبی شد دیگه بینده های گرامی این شاتوت است که از توت‌های مشهور سیاد که اکثریت مردم اینجا به شکر به خاطر توت و دوغ میانی میان جالب ده قصه کنی به این بینده خاطره جالب دیگه این خاطره جالب روزای تنمی حال دیگه چی جالب خاطره فهمیدی که هر وقت بهتر خنده بوده یک چی رگه بگی با ما حالا فعلا دیگه ذهن ما نیست تشکر کاکا جان خوش باشی بخیر باشی یک پیغام اگه به بیننده های ما بدی پیام دیگه در بیننده بیان سیاد چکر جای بازی است و یک خب دوغ اساس میوه کل چیزش وطنی دیگه اساس جای تفریح مبارکی اگه به دوستا بدی به مسافر برادرایی که در خارج هستن ایده با کلشان تبریک میگن دیگه تشکر بیاد سلامت باشی تشکر که به ما وقت دادی بخیر باش بشینید کالش تازه کنیم براتون خوش باشید سلامت باشید بیننده‌های گرامی ما را همراهی کنید تا پایان برنامه همراه ما باشید اینجا چشمه سیاد است. اینی آب که میبینید از تقریبا 100 سال خیلی وقت است اینجا میبره و مردم اکثرتش اینجا به چکر میه. ما هم ببینیم اوی چه رقم است. والا خوب اوی یخ است والا. یک آبازی نیاز داره. سلامت باش. سلام علیکم، حال خود معرفی کنید. این جانب گلپاچای کریمی می باشه، باشنده ولایت پروان. یک خاطره خوبی دیگه با دوستا قصه کنید. خاطره خوب نمیست که فهمیدی روزی دست مردم خوش از دیگه، فهمیدی گرچه که اوقدر مردم فهمیدی شاد نیست، خب بازم فهمیدی مردم روزی ده میبینه که اینا شما با چشم سر میبینه که تجدید کردن، روز خوشی از دیگه. تشکر استاد جان، سلام باشید. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی؟ صحت خوبه؟ شکر خدا. عید فرات مبارک. اگه خود اول معرفی کنی. احمد برهان هستم از ولایت کاپیسا. برهان جان چطور است؟ چکر همراه دوستان اومدی یا تنها اومدی؟ اوکی، این دوستان اومدیم. حالا خودم در کابل زندگی میکنیم، اینجا اومدیم چکر پیمندی والا. اگه یک شعر یا خاطره خوب به ما قصه کنی، شعری اول میگه خاطره خوب. خاطره خوب. یا اول خاطره قصه کو. یک روز اومدیم اینجا بازی کردن، کلی سر پل خیز میکرد. ما گفتم تو کلامکاری کردن، رفتم خیز میکنم، رفتم کالای میکنیم سر پل ساچنم. زیر سایه کردم چشمه سیاهی کرد. خیز نکردم. خوشت که خیز نکردی، اگه نیا بازیات نداشتی. حالا یک شعر ما بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. من بهشتم همه در دیدن خندیدن توست،
تا تو باشی نشم خیره با لبهای کسی. واه واه چه خوب. عاشق نیستی؟ کمتم. آه مست یک طرفه است طرفه. یک طرفه است دیگه. چند سال میشه؟ 7 ماه میشه. 7 ماه میشه بیادر. کسی که مورا میبینه فهمیدی این 7 ماه جوان ما که است عاشق است. میگه خدا کنه که یک طرفه شوه. سلامت باشی بیادر. بخیر. خوش باشی بخیر باشی. یک شیر یا میگه سلام علیکم بیادر. و علیکم السلام. خوب هستی؟ اول اگه خودم معرفی کنی. محمد فرزاد هستم از ولایت کاپیسا. از ولایت کاپیسا. میگه شیر داره اگه شیر ما بگوی. شیر از ها میگم دمی عاشقان وطن. بگو من نامش. میگه چرک چیزی است که کهنه کند کلا را. عشق چیزی است که دیوانه کند ملا را. عشق بر هر خانه که سر بزند عاقبت اثر و خانه زود سر بزند. عشق بر هر دلی که کار کند عاقبت اندیشه او را یار کند. واه خیلی خوب خوش شدم سلامت باشی. عاشق نیست تو؟ والا هستیم دیگه. یک طرفه است نه همین دو طرفه. شکر خدا که این طرفه است فهمیدی. تشکر. یک پیغام اگه این مبارکی رو به دوستا بگویی به کل هموطنان مبارک. تشکر سلامت باشی. بیننده‌های گرامی همراه ما بپایید میریم دیگر جا را با شما بهترین مقبول ترین جاهای سیاحت برات ما معرفی میکنیم تا آخر برنامه همراه ما بپایید. مجید السلام علیکم. و علیکم السلام شب خیریه. اول که کزان را معرفی کنم مجید صاحب. زن نمی زبی ولادی نمی لادن زاد ولسوالیه ما. کوم ولایت؟ ده هلمند ولایت. اختر دم مبارک شه. یمان یک بزرگ مبارک سنگ شب خیر سعید سیر. دلته دی وظیفه ده یا چکر ترغلی؟ و وظیفه ما بس وظیفه ما ته دغه کې د پروان کې ده خود دغه په چکر غلی منظره باندې. څنګه د امنیت څنګه خلکو ته ډاډ ورکړي څنګه د امنیت د ډیر ښه امنیت ماشاءالله د دنیا امنیت په افغانستان کې چې بيخي بل شرکت دنیا امنیت نو دغه د کشش کړ. وعلیکم رجان خیر جوړ شه. اختر دې مبارک. استاد مبارک شام چنن. اول کزان مونږ ته معرفي کړي. زمانم کامران د محمد زاده زویم د کابل ولایت د قره باغ ولسوالۍ قلعه دیوانه کلی اوسیدونکی یم. فی الحال د سیاحت چکر ته راغلم کاپیسا ولایت. ډېر خوښ یم خپل دوستان وینم خپل هیوادوال وینم چې په امن کې دي. د امارت اسلامي ځواکونه هم راغلي دلته د امنیت ټینګښت لپاره اخوا چارچاپیره ولاړ دي او د امارت اسلامي له ځواکونو څخه ډېر خوښ یو امنیت دی الحمدلله په هیواد کې ټول هیوادوال خوشحاله دي. مننه خیر اوسې. که کوم خاطره موږ ته قصه وکړې کوم شعر موږ ته ووایي. خاطره خو مې دا ده ورور جانه چې زه د لومړي ځل لپاره چې دلته امریکایان راغلي اوس وخت کې نو موږ به کومې خوا نشو تللی دلته یو ځل زه راغلی وم نو ښه خاطره زموږ دا ده چې زموږ کلی چې دا قلعه دیوانه ده. قلعه دیوانه نوم لري نو دې ځای ته زه راغلی یم یو دوکاندار څخه مې وپوښتل چې د یو ځای پوښتنه مې ترې کوله چې دا ځای په کوم ځای کې ده. پوښتل چې دا لار راوښیه ما ته نو هغه کس ما ته ویل از کجاستی فارسی زبانو. ما ورته معلومات فارسی نه پوهېدې؟ فارسی باندې پوهېدم ول نه نو ما ورته ویل زه د قلعه دیوانه یم قلعه دیوانه هستم. ما ته ویل برو که میزند ما را دیوانه نکنی. یعنی که تو ما اوس امنیت ده الحمدلله چې هر دکاندار ته ورته په ښه خوله په تبسم په خندا سره درته جواب درکړي. ډېر خوښ. ډېره مننه خیر سلامت اوسئ. من لیدونکو راغلی سو کاپیسا ولایت سیاحت سیمې ته دلته ځوانان چکر ته راغلي غواړو دوی سره خبرې وکړو خبرې اترې وکړو او خاطرې ته پوښتنه وکړو چې چکر ته راغلی دي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ په خیر راغلي کاپیسا ولایت ته او سیاحتو ته او اختر مو مبارک شه. ستاسو ته هم مبارک شه. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي وایم. زړه لکه مې خدای وکړي چې دا اختر دومره ورځ په خوشحالۍ او خوښۍ سره مو پیل کړی وي. ځان دې معرفي نه کړو. ځان مې صبرالله افغان یم د پروان ولایت. پروان ولایت دا چرکان ولسوالۍ. دلته چکر ته راغلی یا؟ دلته چکر لپاره راغلی یم د خپلو هیوادوالو سره په خوښۍ سره اختر ولمانځو. څنګه د امنیت څنګه ده اوس؟ امنیت خو ماشاءالله ډېر ښه امنیت دی او موږ ډېر خوښ یو د امارت اسلامي نه. ډېر خوشحاله یم واقعا چې همداسې نور هم مسافر وروڼو مې دا هیله ده چې نور خپل وطن ته راشي او واقعا وطن ډېر ښایسته امنیت کې دی او باید د خپل هیواد په ګډه باید سره جوړ کړو. لیدونکو پسرلی موسم ده جلابات خلا نشي شمالي ته راشي ډېر ښایسته سړی د انګور هم پخېږي. ښه خاطره دې قصه وکړه د ژوند یې ښه خاطره ده. نو زما د ژوند دا خاطره چې زه کله ایران ته لاړم او هلته اسکریم کارخانه کې مې کار کاوه نو ما سره د خوست نه ښایسته ملګري و هغه بیا ګلانې په کول کې ټومبلې وه. زه چې کله وطن ته راغلم
نو وطن ته چې کله راغلم خوست ته تلم نو دغه زه ورسره لکه تاسو چې دلته ناشنا راغلی او همداسې ورسره مخامخ شوم یو ناڅاپي او دا پقلونه چې زما وکتل ما ورته دا جونې دي که هلکان دي بیا یې ماته چې نه دا رواجونه دي واقعا د خوست هم تاسو لاړ شئ په چکر او د خوست ځوانان چې تاسو وینئ واقعا ډېر خوندور او تڼۍ ولسوالۍ ګوربز ولسوالۍ ګورګورې ملته پخې دي او اوس په چکر باندې ډېر تنیوال پارک ته ځي خلک واقعا لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ او ستاسو نه م ډېره خوشحاله شو او ډېر خوښ یم چې ښه نو تاسو اوس څه احساس کوئ دلته پروان ولایت مونږ چې راغلی یاستو د خوشحالۍ احساس کوو نو ډېر ښایسته وه فضا یخه وه بیروبار نه مو خدای زښته ډېر د سړی فرصت نه پیدا کوي نو ستاسو څخه هم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی زه خوشحاله شوم مننه السلام علیکم ښه وخت لرئ دو امید است همراه یک برادر ما گفتیم سلام علیکم علیکم سلام جور است عیدت مبارک عید خودتان مبارک این اسب از خودت است آلا پیری چند میکنی 50 روپیه 50 روپیه ام یک پیری 50 روپیه یک دوره میزنی 50 روپیه روزانه چقدر کار میکنی الله خدا میده است حالا نمیده است روز یک 300 400 میکنیم 2 ساعت خوراکش چطور است خوراک زیاد است حال چطور است بیروبار مردم حالش چطور است حالا بی روز عید میله است بیروبار خوب است خب نمی روزای یک عید مبارکی به برادرای ما تقدیم کنید عید همایشان مبارک باشه نمی دوستا مسافرها که هستن از کلش مبارک اگه ما پیرا بزنیم از ما چند میگیریم تو کانگا پینه سوار چی دادی ما خو یاد ندارم میتونم خدا اسم میبرید پاس میارید نه ما میترسیم از اینکه نندازیم نه ترس خودش میبرید پاس میارید نه والله خدا شور داد نه گپ نیست دیگه نه سلامت باش بیادر بخیر باشید نه که ما رو نندازیم ما نشستیم بخیر باشید تشکر سلامت باش بخیر مشاهدین گرامی این بود برنامه امروزی ما که برای شما تقدیم کردیم تا برنامه دیگر که من عطاالله وردک در حضور شما حاضر میشم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میشم خداوند یار مددگار کنه